میگن این زن زلیخای ایرانه، با اینکه 92 سالشه، از یه زن 50 ساله هم سر حال تره. نه از استخون درد خبریه، نه از زانو درد. همه مونده بودن چطور هنوزم مثل جوونا راه میره و خم به ابرو نمیاره، تا اینکه بالاخره خودش رازشو لو داد. گفت زنای ایلما یه رسم قدیمی دارن، یه ترکیب ساده که از مادر بزرگامون یاد گرفتیم. همونو هر چند وقتی یه بار درست میکنیم، میخوریم و تا آخر عمر از درد و پیری در امان میمونیم. ترکیبی از رزماری تازه، چند برگ بو، چند تیکه زردچوبه و 1 لیتر آب جوش که میگفت آزار پیری رو از تنت میگیره، جوونی رو بر میگردونه. کافیه 10 دقیقه بجوشونیش، 1 لیوانشو ناشتا و 1 رو شب قبل خواب بنوشی. امرور حس میکنی زانوها سبکتر میشن، کمرت دیگه تیر نمیکشه، مفصلات گرم میشن و حتی خوابت هم آرومتر میشه. اگه تو هم میخوای بدونی دقیقاً چطور درستش کنی و چجوری باید مصرفش کنی، بنویس راز تا طرز تهیه‌اش رو برات بفرستم. لایک کن، فالو کن تا بقیه نسخه های درمانی مادر بزرگا رو از دست ندی.